هر چیزی که ذهن تو رو الان درگیر کرده و داشتی الان فکر میکردی همش یه دروغ بزرگه و وجود خارجی نداره، همش ساخته ذهنه. این بدنی که هستی شب که میخوابی کجا میره؟ این کسانی که فکر میکنی به تعلق دارن و خانوادتن شبا که میخوابی چی میشن؟ این تایمی که فکر میکنی وجود داره، تو از لحظه‌ای که خوابت میبره تا لحظه‌ای که بیدار میشی کلا انگار 1 ثانیه گذشته. اینجا همه چیز توهم و دروغ و ساخته ذهنته. تا وقتی که با اون اتفاقا یکی بشی، درگیر بشی، بازی جور دیگه است، و وقتی که با این اتفاقا خنثی بشی اون وقت بازی جور دیگه است. مثلا تو GTA رمز میزنی هلیکوپتر میاد، اون وقت بازی یه شکل دیگه میشه. حالا میگی آی من 1000 تا مشکلم داشته باشی، شب که میخوابی اصلا دیگه تموم میشه، دوباره صبح که چشت باز میشه بازی شروع میشه. حالا وقتی تو بیداری بتونی بخوابی یعنی بازی رو هک کردی. خب با وجود اون اتفاقات تو کاری از دستت و تو کاری که میتونستی بکنی و تو الان کردی دیگه، پس بقیه‌شو میسپاری به یکی دیگه، خنثی میشی، شکرگزاری میکنی، اون وقت تو بازی رو هک کردی، اون وقت همه چیز یه شکل دیگه ای میشه. پس بازی اینه که بتونی تو بیداری بخوابی. نماسته.